سلام، من آنا هستم. به چنل آنا استوری خوش اومدید. در این چنل قرار داستان‌های ماورایی، هیجان انگیز و اسرارآمیز گذاشته بشه. اگر که از این نوع داستان‌ها خوشت میاد، منو سابسکرایب کن. بریم که داستان قشنگ امشب رو بشنویم. این داستان واقعیت و از تمامی داستان‌هایی که تا الان شنیدید جذاب‌تر و قشنگ‌تر. توی این داستان قرار از حوادث و اتفاقاتی که قراره توی کره زمین بیفته براتون تعریف کنم. آره، درست شنیدی. این داستان در مورد فردی هستش که پس از مرگش اتفاقات و تمامی حوادث آینده کره زمین رو با چشم غیر دنیوی خودش دیده و برامون تعریف میکنه. پس این ویدیو رو از دست نده و با من همراه باش. اگر که دوست داشتی ویدیو رو لایک کن، منو سابسکرایب کن و بریم بقیه داستان رو بشنویم. در دسامبر سال 1982 ویکی تامسون که یکی از تفریحات مورد علاقه‌اش شکار بوده به جنگل میره. در یکی از این اتفاقات از صخره سر میخوره و پرت میشه به ته دره و میمیره، ولی دوباره به زندگی برمیگرده. بریم از زبون خودش بشنویم. ویکی میگه همونجور که داشتم از صخره با سرعت به سمت پایین پرت میشدم، لحظات پایانی خیلی به کندی میگذشت و در اون لحظه داشته به خانواده‌اش، همسرش، دخترش فکر میکرده که اصلا خبر دارن این کجاست، چه اتفاقی قراره براش بیفته، اینجا قراره بمیره، که در همین لحظه همه چی تاریک میشه و دیگه هیچ چیزی رو حس نمیکنه. تنها چیزی که میبینه اینه که بالای سر بدن خودش وایستاده. ویکی میگه همینجور که داشتم از ارتفاع بالاتر به بدن بیجون خودم که روی صخره افتاده بود و سر و گردنم خون تازه جاری میشد نگاه میکردم و توی این افکار بودم که چه اتفاقی برای من افتاده و چی شده که من الان میتونم خودم رو ببینم. ناگهان یه حسی پیدا میکنه، یه نیروی شدید کششی مثل آهنربا که اونو داره به سمت بالا حرکت میده. اون نمیدونست قراره چه اتفاقی براش بیفته. همینطور که حس کرده بود برمیگرده بالا رو نگاه میکنه که یه روزنه خیلی کوچیکی از نور رو میبینه که همین کشش نیرو اینو داره به همون سمت حرکت میده. همین هنگ که ویکی به سمت بالا کشیده میشد میگه که خیلی حس سبکبالی داشتم، نه غمی، نه غصه‌ای، نه فشاری، نه هیچ چیزی رو حس نمیکرده و همینجوری به سمت بالا میرفت. همون روزنه‌ای که گفت کوچولو بود کم کم بزرگ و بزرگتر میشد و وارد همون روزنه میشه که یه جایی پر از نور و درخشان و نورانیه. همونجا جلوی راهش یه پله، یه پل، یه پلکان، یه چیزی رو میبینه که شبیه به جنس شیشه‌ای کریستالی، نمیدونه، یه چیزی جلوش بوده و خب اطرافش غیر این پل چیزی نبوده و فکر میکنه خب باید از این پل بره بالا دیگه. ترجیحاً از این پل کم و کم میره بالا و بالا تا میرسه به بالای پل که میرسه یه شهر خیلی قشنگ و بزرگی رو میبینه. یه شهری از جنس شیشه، کریستال‌های رنگی رنگی، انقدر زیبا که توی رویا تو کره زمین هیچ جا شبیهش رو تا حالا ندیده. توی این شهر آدم‌هایی وجود داشتن که مثل آدم‌های کره زمین بودن، ولی تفاوتی که داشت این بود که همشون یک دست لباس‌های بلند سفید نورانی با عبا یا کلاه‌های بلندی پوشیده بودن و در حال حرکت کردن بودن. ویکی که داشته اینا رو با چشم خودش نگاه می‌کرده می‌بینه یه نفر از اونا میاد کنارش وای میسته، بدون که با اون حرفی بزنه، سخنی بگه، اشاره می‌کنه میگه برو اونجا. ویکی اونجا رو که نگاه میکنه میبینه یه راهرویه و آخرش هم یه در خیلی بزرگی وجود داره. خب ویکی خب میگه که من باید برم داخل اون راهرو دیگه، چون این فرد رو که نمیشناخته، اونجا هم که خبری از چیزی نداشت. ویکی به سمت همون راهرو حرکت میکنه. انتهای راهرو همونطور که گفتم یه در خیلی بزرگی بوده. ویکی همونطور که روبروی این در قرار گرفته در خود به خود باز میشه. ویکی وارد اون میشه. یه اتاق خیلی بزرگی بوده. ویکی که دور اطرافش رو نگاه میکنه پشت سرش در بسته میشه. همین که در بسته میشه کل اتاق و تاریکی فرا میگیره. ویکی میگه که تا حالا همچین حس ترسی رو تجربه نکرده بودم. از ترس نمیدونست چی کار کنه که این اتفاقات چند ثانیه‌ای طول میکشه. در انتهای اتاق ویکی یه نور و یه روزنه کوچیکی رو میبینه که کم کم اون روزنه بزرگتر میشه و کل اتاق رو نورانی میکنه. بعد از اینکه کل اتاق نورانی میشه، ویکی که اطرافش رو نگاه میکنه یه صدایی رو میشنوه.
اون صدا بهش میگه ویکی با زندگی خودت چیکار کردی؟ ویکی همینطور که متعجب شده بود که این صدا از کجا داره میاد و از کی داره میشنوه، سمت راستش میبینه که زندگیش مثل یک فیلم در حال پخش شدنه. زندگیش از نوزادی، کودکی، جوانی و تا همین الان که قبل از اینکه بمیره همه چی داره براش پخش میشه. ویکی اونجا سعی میکنه که اتفاقات خوب زندگیش رو به خاطر بیاره. هرچی تلاش میکنه میگه من تو بچگی همراه مادرم رفته بودم کلیسا، این چرا تو فیلم نیست؟ این اتفاق خوبه منه دیگه، اینجا باید اتفاقات خوبم پدیدار بشه. همینجور که تو این افکار، تو این فکرها بوده، میبینه یه صحنه‌ای براش پخش میشه. توی این صحنه ویکی که توی زندگیش توی یه روزی رفته بوده بیرون، توی خیابون یه پیرمردی ازش تقاضای کمک میکنه. ویکی بدون اینکه فکر کنه و توقعی ازش داشته باشه بهش کمک میکنه، پولی میده، غذا میده، شکمش رو سیر میکنه و اینا. و اون صدا میاد میگه که دیدی این کارتو؟ این ذاتاً یه کار خوبه، این اصل شیرازه خوبی کردنه. که ویکی همین لحظه که داشته به تصویر زندگی خودش نگاه میکرده میدیده همه چی ظلم بوده، ظلم کردن و بدی کردن به بقیه، چقدر مغرور بوده، چقدر خودخواه بوده. و یه چیز تعجب انگیز دیگه‌ای که دیده این بوده که این بدی کردنش به دیگران یه زنجیره منفی درست کرده. یعنی این به یکی بدی میکرده، اونم به یکی دیگه، اونم به یکی دیگه و همینجور زنجیره‌های منفی و بد درست شده. خب ویکی که اینا رو نگاه میکرده از زندگی خودش اصلا راضی نبود و خوشحال هم خب نبوده. همینجور که تو همین افکار بود و زندگی خودش رو نگاه میکرده، صدای میگه که وقت رفتن تو باید برگردی. یکی به خودش میاد میگه من نمیخوام برگردم، نمیخوام به اون زندگی پر اشتباه هم برگردم. تو حالش اینجا خوب بود و هیچ حس و حالی نداشتی، نمیخواست برگرده به اون زندگی مغرورانه خودش. که صدای میگه تو باید برگردی، خب زندگی تو تغییر بدی، تو باید آدم خوبی بشی، به دیگران خوبی بکنی که این زنجیره منفی تو خوب بشه دیگه. با خوبی کردن به دیگران زنجیره خوبی تو ایجاد میشه. و در ادامه همون صدا میگه که تو وقتی برگشتی دکترها میخوان که تو رو عمل کنن، ولی تو نباید این کار بکنی، چون با انجام این عمل تو تا آخر عمرت فلج خواهی شد. و اونجا یه نفر به عیادتت میاد و تمام سوالاتی که داری رو بهت پاسخ میده و من تو رو دوباره احضار میکنم و تو پیش من برمیگردی و اگه تمام کارهایی که گفتم رو انجام بدی، تمام اتفاقات این که تا حالا افتاده برات جبران میشه. یکی میگه عجیب ترین اتفاقی که من اونجا به چشم خودم دیدم اتفاقاتی بوده که برای کره زمین قرار بود بیفته. اون تعریف میکنه که هرج و مرج‌های خیلی بزرگی روی کره زمین رخ داده بود. نشون داده بود که جنگ و بیماری‌های عجیب و غریب داشت انسان‌ها رو از بین می‌برد و یه آتشفشان بسیار بزرگ توی آمریکا فوران میکنه و خیلی از شهرها رو از بین میبره. آمریکا هم سقوط میکنه و بر اثر این اتفاق آدما به خاطر غذا، آذوقه، بقا و زندگیشون با همدیگه میجنگن و همدیگه رو از بین میبردن. و توی یه صحنه وحشتناک دیگه که به من نشون داده شد این بود که یه انفجار خیلی بزرگ توی کره زمین رخ داده بود که کلی از کشورها و شهرها از بین رفته بودن، همه چی ویران شده بود، کره زمین نابود شده بود. و در آخر نجات دهنده‌ای همراه یارانش به کره زمین میاد که آدم‌های بسیار صلح طلب و خوبی بودن که اینها با دیدن ویرانی‌های این اتفاقاتی که افتاده بود برای کره زمین راضی بودن. خب بذار که داستان رو اینجا متوقف کنیم. یه چیزی اینجا داره به ما به یه موضوع مهمی اشاره میکنه، موضوعی که در همه ادیان و کتاب‌های الهی از جمله قرآن داره به این اشاره میکنه که تو همه ادیان‌ها یه نجات دهنده‌ای هست که توی قرآن در سوره انبیا آیه 105 میگه که ما بعد از تورات در زبور نوشتیم که بندگان نیکوکار من وارث و تصرف کننده زمین خواهد شد. خب همینطور که مشخصه تو همه ادیان یه نجات دهنده وجود داره که در دین اسلام نجات دهنده رو حضرت مهدی معرفی کردن. السلام علی المهدی الامم. سلام بر تو ای مهدی که همه امتها منتظر تو هستن، نه فقط مسلمانان. همینجور که داریم میبینیم باز هم گفته شده که همه ادیان ها یه نجات دهنده دارن و خب
یکی از اونها که در اسلام هم گفته شده حضرت مهدی و یارانش هستن. یه چیزی که اینجا خیلی متعجب انگیز و معجزه انگیزه اینه که یه مسیحی گفته‌هاش با قرآن کریم تطابق داره، یعنی هر دو دارن اشاره میکنن که یه نجات دهنده خواهد آمد و به کره زمین کمک میکنه. حالا بیا برگردیم به داستان خودمون. و دوباره اون صدا رو ویکی میشنوه که میگه وقت رفتن تو باید برگردیم. پشت سر ویکی یه در خیلی بزرگ نورانی باز میشه و ویکی با خودش میگه این همون راهیه که من اومدم اینجا و فکر میکنه که از اونجا هم باید برگرده. بعد از اون خودش رو بالای بدن بیجون خودش میبینه که به صورت معلق داره به سمت بدنش نزدیک میشه که بعد یه حالت برگرفتگی شدیدی پیدا میکنه و تکونایی میخوره که چشماشو باز میکنه و خودش رو خب دیگه توی بدن خودش میبینه. درد خیلی شدیدی تو سر بدنش داره، نفس کشیدن براش خیلی سخت و عذاب آور بوده و خب جایی که افتاده بود روی صخره در کنار جنگل که همینطور که در حالات خودش بود و متوجه چیزی نمیشه، نمیدونه که کی میاد به سراغش و اینو نجات میده. وقتی که چشماشو باز میکنه میبینه که داخل بیمارستانه و دکترها رو بالای سر خودش میبینه که دکتر بهش میگه که تو باید عمل بشی، چرا که ستون فقراتت داره به اعصاب تو فشار وارد میکنه، اگه عمل نکنی تا آخر عمرت فلج میشی. در همین حینا یه چیزایی یادش میاد که تو اون دنیا اون صدا بهش گفته بود که اگه قرار شد تو رو عمل کنن این کارو نکنی وگرنه فلج میشی. که خب میگه نه من نمیخوام عمل کنم، به دکتر و اطرافیانش میگه من نمیخوام عمل بشم و خب از اونجا میره خونهشون و که تعریف میکنه چه شبهایی بوده که نمیتونسته بخوابه، چه شبهایی که گریه میکرده و با خودش تردید و شک داشته که آیا کار درستی کرده که به اون صدا گوش داده و آیا قراره که حالش واقعا خوب بشه با اون شرایط، اون حالی وضعی که داشته. که خب همینجوری چند ماه میگذره. بعد از چند ماه ویکی یک روز توی کف پاش احساس سوزش، قلقلک، خارشی همچین چیزی احساسی پیدا میکنه که سریعا تماس میگیره که اینو ببرن فیزیوتراپ، یکم فیزیوتراپ بشه. خب اینو میبرن اونجا و فیزیوتراپی این ویکی رو شروع میکنن. بعد چند ساعت، یعنی چند ساعت که طول نکشید، تونست قدم اولش رو برداره و قدم دوم، سوم، چهارم، پنجم و تونست راه بره. و خب همه پزشکان، تیم پزشکی تعجب کردن که چطور میتونه این فرد راه بره وقتی که عمل نشده. این یعنی یه معجزه دیگه. میبرنش میگن خب بیا بریم یه عکس رادیولوژی ازت بگیریم ببینیم که در چه وضعیتی هستی. عکسو که میگیرن میبینن هیچ اتفاق انگار تو بدنش افتاده دیگه، اون فشار ستون فقراتش رو اعصابش نیست و برطرف شده و خوب شده. خب این یه معجزه است دیگه. که بعدن یه نفر به ملاقاتش میاد که یه محقق مذهبی بوده. یه وقتی ویکی تمام این اتفاقاتی که براش افتاده رو تعریف میکنه، اون باور میکنه و اون به ویکی میگه که همین که تو الان داری راه میری یه دلیل بسیار محکم برای اثبات اتفاقاتیه که قراره برای کره زمین بیفته. و ویکی تعریف میکنه که زندگی اون به خاطر این حوادثی که رخ داده تغییر پیدا میکنه و کمک کردن به دیگران بدون هیچ چشم داشتی اهمیت فوق‌العاده‌ای براش پیدا میکنه و دیگه از مرگ نمیترسه. راه زندگی خودش رو پیدا کرده و بی‌صبرانه منتظر فرارسیدن روز مرگ خودش میمونه. خب دوستان، داستان امشب ما به پایان رسید. فقط یه سوالی که اینجا فکر میکنم شاید برای شما پیش اومده باشه اینه که به نظرتون طبق گفته های ویکی و اتفاقاتی که قراره برای آینده کره زمین بیفته آیا حقیقت نداره؟ الان که رو کره زمین هرج و مرج شده، جنگ شده، ویرانی ها دارن پدیدار میشن، بیماری هایی که اومده و هنوز ادامه دار هست، آیا گفته هاش واقعی نیستن؟ اگه نظری، پیشنهادی، چیزی دارید حتما برای من بنویسید. اگر دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید، منو سابسکرایب کنید و همراه من باشید. ممنونم از تک تک شما عزیزان.